سلام دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا هستید حالتون عالی باشه. به کانال امیربار خیلی خوش اومدید، خیلی مخلصیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این یک سعی کن نخندی آوردیم امروز بعد گذشته یک هفته. اومدیم که خنده‌دار ترین ویدیوهای اینستاگرام رو با هم دیگه ببینیم و سعی کنیم نخندیم. امیدوارم که از این ویدیوهایی که براتون پشت سر هم دیگه میذارم، از این دوتا ویدیوهای قبلی بلایند دیت و چالش های خیابونی لذت برده باشید. پس بدون معطلی میریم سراغ این ویدیو. برو بریم. خب دوستان عزیز، بریم که این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. چالش سختگیرانه این دفعه دیگه. بفرست واسه 200 سوارا. سلام. راست خانم میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ نه آقا بفرمایید، من دوست پسر دارم. من کاری ندارم دوست پسر دارین یا ندارین. چند لحظه گفتم تشریف برید، گرمم هست، بشینید تو ماشین صحبتی گپی گفتی با هم بزنیم. من اصلا از 206 خوشم نمیاد. چرا؟ همشون حولن. خب خانم بذار تا ما رو نزدی بگم، یه دوربین مخفی بود، ما به کسی که جواب رد بده یه دونه آیفون 13 هدیه میدادیم. بفرمایید. مرسی. بیا بازم اون روزا رو دهنت سرویس. معلم جاساز. وقتی شاگردای پسرت باید احساس راحتی میکنن، همه یه وسیله هاشون گوشی و نمیدونم سیگار و یه آب مدنی و همه رو گذاشتن تو ساک ورزشی من. مطمئنی اون آب مدنی درس مدیر که مدیر ازشون نگیره. بیا بردار. دست گلت درد نکنه عزیزم. خب الو آب همش برای یه من نفر. دو تا دو قابلی بگی بیا سری پشت مدرسه. مگه آب نبود؟ آب استاد آبه. الان برای داداش کفشم بود. بعید میدونم اون آب بوده باشه دیگه. دوربین مخفی مریض. جدی کفشم بود. دوربین مخفی خانم دوربین مخفی اوه! بغلاش پاره شده، یه زحمت میکشه. یه بار دیگه دوربین مخفی احمده. بغلاش پاره شده، یه زحمت میکشه. چقدر میشه از اینش؟ بابل تو نداره؟ چیکار می‌کنی؟ داداش چیکارش می‌کنی؟ حسونی من خار داره، فقط ممنون میشه. کجا میری؟ خانم کفش خیلی دوست داشتم. خدایا بابا دوربین مخفی بخندی کفششو میرسی بیار. جهنم اونو. دمت گرم، چه کفشای خفنی داری. اینا رو از تو ایران گرفتی؟ من خیلی دنبالش گشتم. اینا رو فقط یه جا تو ایران داره که با 1/4 قیمت اورجینالش بهت دوباره رفت تو تبلیغ بابا. کپشن همین الان فالو برو شد. تو کپشن ما رو اسم آرایشگر من از پاپیچولو. Papichulo es similar a Bad Boy. چوشول داری یا نه؟ عجله نه ابوالفضیل چشاشو نگاه کنید دقیقه بذار بگیرم. This guy ریخ خارکوزه این چه was very fast. آرایشگرها الان چه هرسی میخورن. من آرایشگر نیستم، میدونم این دارم اینجا کسچر میزنه. این چی کار داری حاجی؟ بنده خودم داره نونشو میخوره دیگه. من خوشحالم، خودشم خوشحاله دیگه. نه؟ No. چی کار داری؟ Anderson, نه؟ Not Okay, finish? Yeah, finish. Haircut finish? Oh, perfect. No, no, no. Oh, no, Finish no. on. I need the line. آنلاین بیشتر باید گی بزنه توش. گی همون انه به شمالی. Yeah, finish. اینه بابا، اینه نوشابهات. از کارت باباش 5 میلیون برداشته، حالا واکنش باباش فقط. یا بوی اوزگل رفتی سه تا نوشابه از سوپر بخری بیای، هم 2 ساعت رفتی اومدی، بعدم که 5 میلیون تومان از کارت من کشیدی. مگه خودت نگفتی هرچی دلت میخواست بخری؟ هدرس خریدم، هدلایت ببین چه خفنه. آش صحبت از دنگ هدلایت چی رفتی خریدی؟ خودت مگه نگفتی هرچی دلت میخواست بخر؟ خودت گفتی سوپر نوشابه بخری هرچی میخوای، بستنی تخمه. من گفتم بودنش بریم لوازم یدکی. خب میخواستم که کارت خودم میخریدم. ماشین کارت بیا کارت بگی.
یه هدیه دیگه اینو قراره بگو صدا دارش ماشین خود گاز بدی اش کنی انگل دستی برای من گوه خریده اومده گاز بدم بعد ببر بنداز بیرون یا بعد ببر شب بخوابم باهاش بعد ببر بنداز بیرون بس سر اوزگره کارت دوباره دادم دست این اوزگر شب بخیر. باران‌های موسیلی که از شمال غربی کشور از سمت هرمز به سمت ترمز داره میاد که بزنه خواهر حساب بشر برگادی تمام ابرهای موسمی از سمت شمال غرب آذربایجان شرقی خارکستان مزد خواهر آفتاب گاهید رفت. وقتی بلد نیستی رمانتیک باشی. اینجا دیگه کجاست؟ آروم باش عزیزم آروم باش. شما دیگه کی هستید؟ ایشون منکره منم نکیرم. خب که چی خب دو تا خبر برات دارم، یکی بعد یکی بدتر. کدوم اول بگم؟ اول بعد بگو. خدمت عرض کنم که شما الان مردی و تو قبری. وای. آره. خبر بدتر چی؟ برای گوشید رمز نداشتیم مامان بابا رفتن سر گوشید. دهنت سرویس. این چی بود دیگه؟ دیدی از واو قرار بود امتحان بگیریم. ای بزنیدش حاج آقا از حاج آقا پرواز دوست داشت. اومدی پایین یا پاله بزنی مافیا بازای قومی بچه پایینه. که این چیزی گفته این چیزی گفته این آقای تارگت به مثلا شهره، ولی شما سردست بازی یه موضعی گرفتی در رابطه با من و این آقا و اون آقا سه تا مافیا. این آقا چه کاره بازی؟ شما استعلام بگیره. این آقا چه کاره بازی الان این هم شهره. این چی گفته که کاراگاه تکاور دکتر تفنگدار نگهبان گروگانگیر چی میگه اونجا؟ چی گفتی علی صدری؟ من نمیخوام بفهمم، بیشتر برام توضیح بده. بذار من باور نکنم تو شهری. گم شو بیرون. همش یه آب شما داشت تو پاچم میره. گدایی تو دختر بابا تواب من بابا همش یه آبه. چقدر تو گدایی؟ میخوای بگو برات بگیرم. آره چیزی بگیر. می‌خواستی بگیری برای خودت می‌گرفتی. یه آب گرفتی برای خودت. سفارش دادم بیارم. همینجوری استوری لاکچری می‌ذارین دیگه. به تو چه؟ به کارتم بده هر چی دوست داشتی برو سفارش بده. کارت بخورم تو سرت. بگیر اینو برو هر چی دوست داری برای خودت سفارش بده. دارم بهت میگم برو. اینو بگیر. بگو. رمزشو بزن 5466 هر چی دوست داشتی سفارش بده. الان میگه موجود. کجا میری؟ خانم تو خود صفحه‌شو بکنم یا خدا. گیتاریست خیابونی هستم. موزیکی چیزی فقط اسپانیایی. فقط اسپانیایی بخونم براتون عالی. اسپانیا خیابون بخونم اوکی بفهم کوکش ببخش ماما میو نظرین تو دماغم فقط ماما میو ببخش من بیتارم ماما میا بومبانتونو نایس بلند شو برو فقط. ادامه بدم فارسی بخونی شرمنده من داشتم دور مخفی گرفتم. خب دوستان عزیز اینم از ویدیوی امروز ما و اینم از سعی کن نخندی. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.